داشتن زندگی توأم با اوقات فراغت باعث حفظ سلامت عاطفی انسان میشه. به گفته مازلو، انسان 5 نوع نیاز مختلف داره. 5 نیاز به خودشکوفایی، سلام، خوش اومدید به کانال دانای سفر. در 5مین قسمت از سری ویدیویی فلسفه اوقات فراغت قرار سفر کنیم به دل دنیای تفریح و درباره تئوری هایی صحبت کنیم که دلایل نیاز انسان به تفریح و بازی و همچنین مزایای مختلف فعالیت های تفریحی رو توضیح میده. این ویدیو از روی کتاب آموزش اوقات فراغت، گردآوری، ترجمه و تألیف دکتر عباس اردکانیان تهیه شده. در این ویدیو قرار درباره مباحث زیر صحبت کنیم: انواع فعالیت‌های تفریحی طبق هرم نیازهای مازلو، هرم اوقات فراغت نش، مدل ایزوآهالا درباره علت روی آوردن انسان‌ها به تفریح. دکتر کارل منینگر طی تحقیقاتش تأثیر تفریح رو بر درمان بیماری‌ها مورد بررسی قرار داد. به گفته او، داشتن زندگی توأم با اوقات فراغت باعث حفظ سلامت عاطفی انسان میشه. او بازی کردن رو وسیله‌ای برای ایجاد پیروزی‌های کوچیک در نظر می‌گرفت و بر این باور بود که این پیروزی‌های کوچیک میتونه شکست‌های کوچیک در زندگی واقعیمون رو جبران کنه. شکست‌هایی که توی کار، تحصیل یا روابط بین فردی می‌خوریم. نتیجه تحقیقات او شباهت زیادی به تحقیقات مازلو و سلسله مراتب نیازهای او داره. به گفته مازلو، انسان 5 نوع نیاز مختلف داره که میشه اونها رو به شکلی که میبینین از پایین‌ترین نیاز تا بالاترین اونها در 5 طبقه قرار داد. این نیازها شامل موارد زیر میشه: 1. نیازهای زیست شناختی مثل گرسنگی، تشنگی، ورزش. 2. نیاز به امنیت مثل محفوظ ماندن از خطر و زندگی در یک سری قاعده و محدودیت‌ها برای حفظ امنیت. 3. عشق و احساس تعلق که به وسیله مراودات اجتماعی و صمیمیت با افراد نزدیک تأمین میشه. 4. عزت نفس که با موفقیت و به رسمیت شناخته شدن در جامعه بهش دست پیدا میکنیم. 5. خودشکوفایی که با رسیدن به نهایت پتانسیل ها و توانهای بالقوه انسان تأمین میشه. نتیجه تحقیقات دکتر کارل منینگر درباره فعالیت های تفریحی و تاثیرشون روی تأمین نیازهای روانی انسان طبق مدل مازلو رو در ادامه بیان میکنیم. 1. نیازهای زیست شناختی که با انجام فعالیت‌های تفریحی مثل دویدن، ورزش کردن، صرف غذا در یک رستوران جدید یا دوچرخه سواری تأمین میشه. 2. احساس امنیت که با انجام فعالیت‌های منظم و قاعده‌مند مثل فوتبال، والیبال و تنیس تأمین میشه. 3. نیاز به عشق و احساس تعلق که با انجام مراودات اجتماعی، عضویت در سازمان‌ها و باشگاه‌های مورد علاقتون یا انجام کارهای داوطلبانه و عامل منفعه برآورده میشه. 4. عزت نفس که با انجام کارهای ورزشی و هنری که مورد تمجید دیگران قرار میگیرین یا به موفقیت و دستاورد میرسین برآورده میشه. 5. نیاز به خودشکوفایی که با اجرای موسیقی، انجام ورزش و هر گونه فعالیتی که استعدادها و توانهای بالقوه شما رو بالفعل میکنه تأمین میشه. به این نکته توجه کنید که لزوما نمیشه یک فعالیت تفریحی خاص رو در یکی از طبقات 5گانه نیازهای مازلو گنجوند و یک فعالیت تفریحی میتونه توامان یک یا چند تا از این نیازها رو برآورده کنه. مثلا شما با شرکت در یک کلاس ورزشی مثل فوتبال، علاوه بر اینکه تحت قاعده و قانون اون محیط میتونین احساس امنیت کنین، همزمان با انجام این ورزش نیازهای زیست شناختی شما برآورده میشه و در کنار دوستانتون احساس تعلق هم میکنید و وقتی گل میزنید یا تیم شما برنده میشه، عزت نفس شما افزایش پیدا میکنه و اگه استعدادی در این زمینه داشته باشین، با تمرین و ممارست به خودشکوفایی هم میرسین. یکی دیگه از دسته‌بندی‌های جذابی که انواع فعالیت‌های تفریحی و علت روی آوردن انسان‌ها به اون فعالیت‌ها رو شرح داده توسط فردی به نام جی.بی. نش طراحی شده و با نام هرم اوقات فراغت نش شناخته میشه. این هرم انواعی از فعالیت‌های تفریحی رو در 6 دسته مجزا طبقه بندی میکنه.
در ادامه این 6 طبقه رو معرفی میکنیم. طبقه اول که پایین ترین سطح این هرمه و با عنوان زیر صرف شناخته میشه، مربوط به فعالیت‌های ضد اجتماعی میشه که نوجوانان و جوانان برای گذراندن وقتشون اونها رو انجام میدن. این فعالیت‌ها شامل تخریب اموال عمومی یا آزار رسوندن به دیگران میشه. مثال بارز اون موقعیتی که یه بچه زنگ خونه ای رو میزنه و فرار میکنه. طبقه دوم که با عنوان طبقه صفرم شناخته میشه، شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های اوقات فراغته که انسان‌ها به صورت افراطی اونها رو انجام میدن. این فعالیت‌ها باعث به تعویق افتادن رشد فردی انسان‌ها میشه. از جمله اونها میشه به مصرف مواد مخدر یا تماشای مزمن و پیوسته تلویزیون اشاره کرد. جالبه بدونین که انجام برخی از فعالیت‌های ورزشی مثل فوتبال در صورتی که از نظر ذهنی و جسمی شما را برانگیخته نکنه، در این دسته از فعالیت‌های تفریحی قرار میگیره. در طبقه سوم مجموعه‌ای از سرگرمی‌های ساده وجود داره که شما اونها رو صرفاً برای سرگرم شدن انجام میدین، مثل تماشای فیلم و سریال مورد علاقتون یا دیدن مسابقات ورزشی یا گوش کردن به موسیقی، البته به شرطی که شما رو از نظر عاطفی و ذهنی زیاد درگیر نکنه. در طبقه چهارم مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی قرار دارن که شما رو از نظر عاطفی و ذهنی درگیر میکنه، مثل گوش دادن به موسیقی جدیدی که حالتون رو خوب میکنه، تماشای مسابقات ورزشی و اجراهای هنری از نزدیک، یا مشاهده فیلم یا سریالی که برای چندین دقیقه یا حتی ساعت احساس و افکارتون رو درگیر خودش میکنه. در طبقه پنجم این هرم مجموعه‌ای از فعالیت‌های تفریحی وجود دارن که شما در انجام اونها دخالت دارید، مثل زمانی که یک ساز موسیقی میزنین، در یک مسابقه ورزشی شرکت میکنین یا فعالیت‌های داوطلبانه‌ای رو انجام میدین که جسم و ذهن شما رو درگیر میکنه. در بالاترین طبقه از هرم اوقات فراغت نش مجموعه‌ای از فعالیت‌های تفریحی وجود دارن که خلاقیت شما رو تحریک میکنن. از جمله اونها میشه به خلق آثار هنری، از نوشتن داستان و شعر گرفته تا خلق یک ملودی یا رقص جدید، اختراع بازی یا اختراع استراتژی‌هایی در زمینه یک ورزش خاص اشاره کرد. این مدل یکی از جامع‌ترین مدل‌هاییه که نشون میده چرا انسان‌ها به تفریح روی میارن. این مدل همونطور که از اسمش مشخصه توسط فردی به نام ایزو آهالا طراحی شد. او بر این باور بود که محیط اجتماعی و تأثیرات موقعیتی یا همون تجربیات شخصی فرد تأثیر بسزایی در انتخاب فعالیت‌های تفریحی اون داره. همچنین طبق دیدگاه ایزو آهالا دلایل روی آوردن یک فرد به تفریح میتونه در دو دسته آشکار در بالای خدچین و پنهان در پایین خدچین طبقه بندی بشه. هر کدام از این دو دسته میتونن به خاطر تجربیات شخصی فرد یا محیط اجتماعیش یا هر دو ایجاد بشن. از جمله دلایل آشکار میشه به دلایل کلی و عمومی‌تری اشاره کرد که در ویدیوهای قبلی اونها رو بررسی کردیم، مثل تئوری انرژی مازاد که میگفت انسان برای تخلیه انرژی مازادش بعد از کار به تفریح روی میاره، یا مثل تئوری تمدد اعصاب که میگفت انسان برای گرفتن آرامش به تفریح روی میاره، یا تئوری جبران که طبق اون انسان برای برآورده کردن نیازهایی که در کار برآورده نمیشه به سمت تفریح کردن میره، و تئوری های دیگه‌ای مثل تئوری یادگیری، تخلیه هیجانی. مثلا فردی به نام آرش رو در نظر بگیرین که در محیط کاریش دچار تنش و اضطراب شده و در نتیجه تصمیم میگیره در اوقات فراغتش به طبیعت پناه بیاره تا آرامش و تمدد اعصاب به دست بیاره. این تصمیم آرش رو میشه طبق تئوری تمدد اعصاب توجیه کرد. تا اینجا تجربیات شخصی آرش در این تصمیم دخیل بودن. آرش برای انتخاب محل مناسب اوقات فراغتش تحت تاثیر محیط اجتماعیش قرار میگیره و متوجه میشه که همکاراش برای گرفتن آرامش به یک منطقه تفریحی جذاب سفر میکنن. آرش هم تصمیم میگیره همون منطقه رو برای آروم شدنش انتخاب کنه. طبق دیدگاه ایزو آهالا یکی دیگه از دلایل آشکاری که انسان رو به تفریح سوق میده انگیزه های درونی فرد برای دستیابی به احساساتی مثل آزادی، اعتماد به نفس و احساس تواناییه.
مثلا فردی به نام آیدا رو در نظر بگیرین که علاقه زیادی به شرکت در یک فعالیت هنری مثل پیانو زدن داره، چرا که استعداد و تواناییش رو در این زمینه متوجه شده که میشه تجربیات شخصیش و مورد تشویق و توجه محیط اجتماعیش هم قرار گرفته و همین دو عامل یعنی تجربیات شخصی و اثرات اجتماعی به آیدا انگیزه درونی دادن تا بره سراغ پیانو زدن. دلایل پنهانی که ایزو حالا بیان میکنه شامل نیاز به برانگیختگی مناسب و عوامل زیست شناختی و آموزش‌های اجتماعی دوران کودکی میشه. به طور مثال فردی به نام میلاد رو در نظر بگیرین که استعداد و مهارت خوبی در فوتبال بازی کردن داره و مورد توجه دوستان و مربی خودش هم قرار گرفته. به همین خاطر فوتبال بازی کردن میلاد رو اونقدر برانگیخته میکنه که در این فعالیت تفریحی به طور پیوسته شرکت کنه. یعنی توانایی میلاد در بازی فوتبال و داشتن حریفایی که نه اونقدر ضعیف و نه اونقدر قوی هستن این برانگیختگی رو ایجاد کرده. ولی اگه ازش بپرسی چرا فوتبال بازی میکنی، شاید خودش هم متوجه این برانگیختگی درونی نشه و صرفا بگه برای اینکه احساس خوبی دارم یا توش خوبم یا با دوستام خوش میگذرونم. این برانگیختگی یا انگیزه میلاد هم از درونش ناشی میشه و هم از بیرون با تشویق دیگران برای انجام بازی فوتبال با یک رقیب مطلوب. از طرفی میلاد به خاطر ژنتیک و استعدادهای درونی یا زیست شناختی که داشته استعداد فوتبال بازی کردن رو پیدا کرده و همچنین ممکنه به خاطر آموزش‌هایی که در دوران کودکی توسط خانواده در او شکل گرفته به این فعالیت ورزشی علاقه پیدا کرده و از طرفی در جامعه هم دوستانی داشته که عاشق فوتبال بودن و اونو هل دادن به سمت این فعالیت تفریحی.